خیلی هم میگن راجع به حجاب شما حرف نمیزنید. محمود غزنوی عرضم حضور شما که وقتی که از هندوستان برگشت و خلاصه زد خار مادر هندی‌ها رو سرویس کرد برگشت، به آخوندا شروع پول دادن، بعد بهش خبر دادن که آدمی نیومده. این تو برنامه ریاست گفتم، شما ایرانی شاید گوش نکرده باشین. گفت کی نیومده؟ گفتن یه فردی است به نام ابوسعید ابوالخیر. پادشاه محمود غزنوی به اون پیکش گفت برو به این آقای ابوسعید ابوالخیر بگو که پادشاه گفته که وقتی من دستور میدم شما باید بیایید، زیرا که در اسلام گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. من اولو الامر وقت دستور میدم و شما بیاین. عارفم و اینا من نمیفهمم. ما اومدم به ابوسعید ابوالخیر همین حرفی رو زدن و بعد عرضم حضور شما که ابوسعید گفتش که به پادشاه بگید که من اینقدر غرق در اطیع الله هم اصلا وقت نمی‌کنم راجع اطیع الرسول فکر کنم، چه برسه اولو الامر. حالا داستان حجاب و اینا که از من سوال میکنید همین، اینقدر ما در اطیع الله گیجیم تو این مملکت، اینقدر مشکلات تو کشور داریم، این که به این پایین و اون تفکرات و اینا اصلا نمیتونیم بهش فکر کنیم. یعنی اپوزیسیون ریاست، اپوزیسیون خرد و اندیشه است. و همین خاطر ما برام اصلا مهم نیست که این چیزایی که برای این خارجکی‌ها و اپوزیسیون ها هیجان تو بوق میکنن و شعر میخونن و حالا بیا اینجا ما ببین، حالا اینجا ما ببین، اینا برای اینها خیلی مهم و عجیب و اینه. برای ما خاطره است. ما در زمان رضا شاه هم یادمونه که همه مردم هر وقت یک زنی رو میدیدن که روسری سرش، عرضم شما که روسریش رو ور میداشت، با اجباری برش شدن دیگه، مسخره میکنن. یعنی رضا شاه با برداشتن روسری کاری کرد که کشور به دو قسمت تقسیم کرد، متعصبین مؤمن تولید کرد. و همون کاری که الان داریم. الان تو ایران چجوریه؟ الان دختر پسرها هر کی روسری سرشه مسخره میکنن. اون موقع همینطوری بود، برعکسش. زمان رضا شاه هر کی روسریش برمی‌داشت، چون به زور میشن دیگه، میگفتن زن باید تو خونه باشه، این زنی که میره اونجا دیگه منظورش چیز دیگه است و یه هدف دیگه داره. این که مردم یهو دوست دارن لباسشون رو بکشن پایین، لباسشون رو بکشن بالا، هزاران سال این بازی مسخره کمدی تبدیل دین به بیدینی و تبدیل بیدینی به دین، عمل و عکس العمل ما دیدیم. برای ما خاطره است، خیلی چیز هیجان انگیزی نیست. برامون هم مهم نیست اصلا که چی هست. به همین خاطر هیچ نظری راجع به حجاب ما اصلا نداریم. هر کی دلش میخواد بذاره، هر کی میخواد ورداره. و نگاه حجاب در ریاست با نگاه حجاب در اپوزیسیون ریاست هم متفاوته. برای همین ما اپوزیسیونی بودیم که اومدیم گفتیم یک بار برای همیشه برای خرد و اندیشه قیام کنید، نه برای دینگری و تفکرات و این شکلی.